با گذشت یک هفته از مرگ فاجعه‌باری ایزیرک 38 ساله، سر و صداها اطراف این قضیه در قرقیزستان خاموش نمی‌شود. این جنایت موج انتقاد و اعتراض‌های جامعه را به میان آورد و در برابر اظهار همدردی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خود زن کشته شده را عیبدار کردند. بلاگر قرقیز ایبک اولانوف یکی از آنهاست. کاربران او را به تحقیر زن گناهکار می‌کنند. در یکی از نوشته‌های خود وی گفته است: اگر شما می‌فهمیدید که همسر شما در مراسم 20 سالگی ختم مکتب با یکی از همسبقان هم خوبه شده است، چی واکنش می‌کردید؟ در شبکه‌ها این حرف‌های بلاگر را چون تلاش سفید کردن قاتل و گناهکار نمودن زن ارزیابی کردند. پس از موج اعتراض‌ها بلاگر به شعبه پلیس دعوت شد. دیرتر نواری عذرخواهی اولانوف نشر شد. در این شما نادرست فهمیدید. آنجا سوال تخمینی مطرح بود و با تصویری که هوش مصنوعی ساخته بود ربطی نداشت. میخواهم از خانواده زنی فوتیده عذر پرسم و همدردی بیان میکنم. ولی این عذرخواهی فعالان را قانع نکرد و آنها طلب دارند که بلاگر به جوابگری کشیده شود. میگویند این سخنی بلاگر میتواند در اساس چند بند کدکس مأموری و یا حتی کیفری بررسی شود. با این طلب حالا در شبکه‌های اجتماعی امضا جمع‌آوری دارند و میخواهند رفتار اولانوف پرونده شود. من یک عریضه دسته‌جمعی برای ریاست کارهای داخلی آماده کردم. ما میخواهیم که به ضد ایبک اولانوف پرونده باز شود. یکم برای بدنامسازی مرحوم و برانگیختن حسی نفرت و بدبینی. دوم او را برای توجیه کردن کشتار و نشر معلوماتی بر دروغ به جوابگری کشند تا برای دیگران درس شود. ایزیرک را شوهرش از رشک پرانده است. حادثه پس از مراسم 20 سالگی ختم مکتب رخ داد. همسران که صاحب 5 فرزندند در قرقلجین ناحیه اوش زندگی میکردند. جمع آمد همسبقان در اوزگین یعنی در مکتب گذشت که ایزیرک آن را ختم کرده است. با گفته شاهدان شوهر از رشک حتی در جمع آمد مکتبی هم یک قدم از همسرش جدا نمیشد. بعد این چاره‌بینی آنها به خانه رفتند و در شب نشینی که در طرف خانه گذشت حضور نداشتند. شام همان روز نزدیکان زن را خبری مرگ ایزیرک به وحشت آورد. با مرگ پایان یافتن باز یک مورد خشونت خانوادگی جامعه قرقیز را تکان داد. تا زمانی که جامعه هر یک عضو جامعه خشونت را محکوم نکند، مسئله همچنان باقی خواهد ماند. مهم نیست که تو خوش آن کسی یا همسایه باید نسبت چنین افراد و در عموم خشونت خانوادگی کاملا تأمل پذیر نباشی. یعنی یک فضای باید ساخت که وقتی شخص میخواهد به کودکان بیگناه و زن دست بردارد، باید داند که رد معرکه می شود. ولی از همه مهم باید قانون عمل کند. شوهر ایزیرک بازداشت شد. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری‌ها به این سوال پاسخ می‌جویند که چرا مرگ زنان با دست شوهرانشان در کشور ادامه دارد؟ چرا خشونت خانوادگی چون یک کاری عائلوی دانسته می‌شود؟ وقتی ما درباره توی گپ میزنیم نمیگوییم که این به هم پیوستن دو نفر است. ما میگوییم که کلین آوردیم یا زن گرفتم. وقتی ما این را در تصور خود اصلاح میکنیم، وقتی در به همایی دو نفر دیدن عشق و احترام و اعتماد را میآموزیم، انا همون وقت ممکن است چیزی تغییر یابد. فعالان طلب دارند که در برابر قاتل ایزیرک شخصانی هم که تلاش عیبدار کردن مقتول و برانگیختن نفرت را دارند مجازات شوند. بنا به اطلاع خدمات جمعیتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 4 ماه امسال در این کشور بیش از 6000 مورد خشونت خانوادگی ثبت شده است. در قیاس با سال گذشته این 36% بیشتر بوده است.